درود دوستان، با معرفی چند میم کوین که به تازگی لیست شده در خدمت شما هستم. البته قبل از اون میام بیت کوین رو واسهتون تحلیل میکنم، چرا که کل مارکت یک جورایی با بیت کوین همبستگی داره و بعد از اون میریم سراغ معرفی و تحلیل این چند تا ارز جدیدی که به تازگی لیست شده. فقط نکته‌ای که هست، این ارزها همگی در صرافی البنک تازه لیست شده و همینطور که میدونید صرافی البنک یکی از صرافی‌های معتبری که به آی پی ایران مشکلی نداره و نیاز به رجیستری هم نداره و نکته مهمش اینه که این صرافی تمام میم کوین های جدید رو داره لیست میکنه و پتانسیل های خیلی خوبی برای چند برابر شدن رو داره. و نکته آخر این که من لینک ثبت نام در این صرافی رو در کپشن گذاشتم که اگر شما از طریق این لینک ثبت نام کنید میتونید به صورت رایگان در کانال وی آی پی هم عضو بشید. خب بریم اول سراغ تحلیل بیت کوین. نکته‌ای که هست، من تحلیل بیت کوین از تایم فریم هفتگی شروع میکنم. ببینید دوستان، تقریبا 11 ساعت دیگه مونده این کندل بسته بشه. یک کندل پرقدرت پین بار مشاهده میکنید که سایه اون وارد ناحیه اوردر بلاکی شد که قبلا صحبت کردیم، اما در اینجا یک سری اتفاقات داره رخ میده و نکته ای که هست، روند همچنان صعودیه. ببینید دوستان، 3 تا کندل صعودی زده. این کندل نتونسته سقف قبلی یعنی محدوده 99,000 حالا بگیم 100,000 دلار به سمت بالا بشکنه. و نکته مهم در رابطه با پین بارا اینه که زمانی یک پین بار در یک روند صعودی معتبره که کندل بعدی بیاد بالای اون تثبیت کنه، یعنی بالای همون 100,000 دلار. اگر این اتفاقی بیفته بله روند همچنان صعودیه، اما اگر در هفته آینده قیمت نتونه این سقف رو بشکنه احتمال اصلاح داریم. حالا بریم ببینیم تا کجا میتونیم اصلاح داشته باشیم. اول از همه من بیت کوین رو میام در تایم فریم 4 ساعته تحلیل میکنم، چون که در اینجا یک نکته خیلی ظریفی وجود داره. ببینید دوستان، در اینجا ما یک ناحیه اوردر بلاک رو معرفی کردیم در پست قبلی و قیمت دقیقاً اومد در همین محدوده و به سمت بالا حرکت کرد. الان مسئله اصلی این ناحیه اوردر بلاکیه که مشاهده میکنید. در واقع این کندل سبز رنگی که در اینجا هست یک ناحیه اوردر بلاک معتبرم هست. قیمت اومد در این محدوده، اوردرهای فروش در اینجا فعال شد. اونایی که بیت کوین داشتن و حتی تازگی خرید کردن اینجا یک فرصت خروج خوبی رو به اونها داد و الان اتفاقی که داره میفته احتمالاً بیت کوین اصلاحش شروع بشه. همینطور که بهتون گفتم برای صعودی شدن باید بیاد بالای 100,000 دلار تثبیت کنه، اما اگر نتونه و مخصوصا این کف قیمتی 94,700 دلار هم به سمت پایین بشکنه، میریم برای فتح این اوردر بلاک که این اوردر بلاک رو کامل خنثی کنه، یعنی در واقع اوردرهای خریدی که در اینجا از همگی رو مصرف کنه و در نهایت بیاد این گپ FVG یا فیر ولیو گپ رو پرش کنه که محدوده 80,000 دلار هست. اما آیا برای معامله شورت الان مناسبه؟ ببینید، اگر بیاد زیر 95,000 دلار شما میتونید یک معامله شورت بگیرید. تارگتتون این ناحیه اوردر بلاک باشه، یعنی 90,000 دلار، و اگر کف 88,000 دلار رو هم زد تارگت رو میذاریم روی محدوده 80,000 دلار. باید پله پله سیو سود انجام بدیم، اونم در معاملات شورت. حالا بریم سراغ معرفی میم کوین ها. خب دوستان، اول توکنی که واسهتون در نظر گرفتم زتا هستش. البته این جزء گروه میم کوین ها نیست، ولی خب حیفم اومد این رو بهتون نگم. ببینید دوستان، بعد از این روند نزولی که در تایم فریم روزانه داشت، اومد این سقف قیمتی یعنی 78 سنت رو به سمت بالا شکست. ببینید یک بار اینجا برخورد داشت و در نهایت میبینیم در کندل امروز اومده این سقف رو زده. این یک نشانه خیلی خوبی است برای صعودی شدن، اونم بعد از یک مدتی که نتونست این سقف رو بزنه و تارگتی که میتونیم برای اون در نظر بگیریم برای کوتاه مدت 1 دلار هست و بعد از اون 1 دلار و 20 سنت هستش. این توکن بعدی نیست برای سرمایه گذاری یا همون معاملات اسپات. توکن بعدی که براتون در نظر گرفتم کانگو هستش که الان 2 روزه در صرافی البنک لیست شده، یعنی در واقع روز گذشته و امروز جزء گروه میم کوین ها هست و همین امروز تونست 158% سود بده. اینو من در کانال وی آی پی البانک گذاشتم و امروز فول تارگت شد. اینم میتونه یکی از ارزهای پرپتانسیل باشه، حتما زیر نظر داشته باشید. میم کوین بعدی که به تازگی هم در صرافی البنک لیست شده فیتا یا فتا نام داره، FATHA. اینم حدوداً کمتر از 10 روزه که لیست شده و اینم اتفاقا جز سیگنال های امروزمون بود. ببینید دوستان، این کندلی که داره امروز بسته میشه، البته هنوز چند ساعت مونده، اومده این 3 تا کندل قبل رو کاور کرده، پوشش داده و یک الگوی اینگالفینگ یا پوشاننده خیلی خوبی برای ما ایجاد کرده. بر همین اساس میتونه حتی تا این سقف بالای 40% به ما سود بده. پس این ارز رو هم حتما زیر نظر داشته باشید. این میم کوین ها تقریبا شبیه میم کوین میگلس هستش که اونم در صرافی البنک لیست شد
و قبلا معرفیش کردم و بالای 300-400% سود داد